خدایا نجیب کجا شده باشد؟ حاضر میایم گفته 20 دقیقه گذشت. از کجا دارم شما یک جا بودید؟ بهترش من رفته بینم. اوچه ایستد ما همه رویم. اوچه خودش چی گفت؟ در همین جا به موی سفید یوری میرسونم گفته بود. اوچه با کجا میرویم؟ خدایا اوچه اوچه این تلفنی نجیب است. اوچه با دادم چی شد؟ اوچه نزدی پدرت آمدیم. کنی دخترم زنگی در رو زیر کن. اوچه در کشوده است. کشوده؟ خدای توبه برای چی؟ یگید کسی نیست اوچه. کنی بیا دخترم به درون درایم. یگید یگون کس هست؟ یگید خدایا توبه. اوچه اکا یگید کجا رفته باشد؟ از کجا دونم دخترم؟ خدا نشان ندهد. شاید دوست در آمده باشد، لیکن یگون چیز رو نگرفته است. انا دادک زنگ زد. تلفنش رو همون رفته. الو اپا من کیروس بخیر است؟ اونجا چیکار میکنی؟ کودکی در دستی من بود آوردم، اما درش شده در خانه کسی نیست. نمیدونم چیکار کنم اپا. نپرس کیروس. نجیب هم ناعیان شد، گفت که ماشین رو میمونم و میایم، نیم ساعت شد نیست. تلفنش رو از راه یافتم. خدای رو در پناهش نگه دارد. کجا گم شده است؟ چیکار کنیم؟ خدا شکر. من در کجایم؟ شما کیستید؟ من در کجایم؟ نزدیکی دوزخ هستید. معلوم است. تنها خادمان دوزخ چنین کثیف و افلاس می شوند. شما کیستید؟ چه می خواهید؟ امانت در دستتان است، همون را. زودتر باشید، به نفع شماست. زیرا سردارم مرا بسیار دوست می دارد. اگر مرا نیابد چیکار میکند؟ خواطر می شود؟ بعد چیکار میکند؟ اینجا را میابد بعد چیکار میکند؟ به شما نگفته بودم سردارم مرا میابد. سردارم نمیشنود چه؟ از دنیا رو گردانده است. شخصی کامل به دنیا کاری ندارد. سردارم اپا نجیب سردار را باری آخر در کجا دیدید؟ در نزدیک خونه. ساعت چند بود؟ ساعت‌های 8:30 بود. اگر بچه‌های روی میز نگاه کنیم معلوم می شود که اون مهمان داشته است. پسرش رو از خانه من گرفتنی بود. من گفتم که خودم میبرم، لیکن نگفت که کسی رو انتظار است. اکای نیازی پیرزن میگوید که سرکمیسر یگید را با زن دیده است که وارد خانه شدند. زن؟ کی بوده است اون زن؟ درونی این کاری هست انیق. من پای انگشت آن را میگیرم. پای انگشت میگیرد؟ نیازی پای انگشت گیری چی میشود؟ این دو مرد بزرگ را بر میگرداند مگر؟ توبه استغفرالله. چی علاج اپا؟ حالا که سردار نجیب نیست چی کار کردنم رو نمیدونم. به مدیر زنگ زن، حادثه را بگو، گم شدند گوی.
آهسته تر ای احمق. سردارم چی حال دارید؟ یگیت یگیت رو میشنوم و من چی نشان دید؟ سردارم من در همین جایم سردارم. یگیت خیلی تغییر یافته ای. سردارم من در پهلویت سردارم در پهلویتان. در پهلویم؟ ما اینجا چیکار میکنیم؟ حالا نمیدانم سردارم، لیکن فکر میکنم که این مردی کثیف میداند. رها کنید، سزای این عملتان رو میدهیم. ای ابله‌ها شما کیستید؟ میدانید که پلیس را بودید؟ میدانید؟ سردهید میگویم. همه‌تان به این کارتان جواب خواهید داد. سردهید میگویم. ابله‌ها جواب خواهید داد. سردهید میگویم. بله جناب، بله. خوابشان برد. نگران نباشه، سهر هر دویشان بلبل بری میخوانند. پگاه شما را انتظاریم. با نجیب و یگید البته یگان واقعه روی داده است. گمانی بد نکنید اپا. کجا شدن آنها؟ چرا خبری نیست؟ نیازی تو دیده برآمدی؟ یگان چیز دسترس نکردی؟ یگان چیز؟ آقای مدیر جستجو داریم. ایزی انگشتان هم نتیجه نداد. نیازی از ایزی انگشت چی انتظار بودی که سردار ریاست و سرکمیسر گم شده است؟ ربودن چیکار کردید؟ زودتر باشید. خوب شده است، رفتیم. خانه هنر چخیلید؟ چخیل می شدیم آقای مدیر. خواتیر نشوید، آنها از تک سنگ هم میبرند. همه چی را با بچه ها نقل کردید؟ همه چیز را نقطه به نقطه نقل کردم. کیروز هم نقل کرد. پروا نکنید، ما کوشش میکنیم که هر چیز زودتر آنها را پیدا کنیم. حالا به خانه روید. تشکر. خب چی شد کیروز؟ حاضر که فهمیده زود دویده اومدم. از اکای نجیب و یگید یگون خبری نیست. سردارم چه حال داره سردارم؟ لالا هیچگاه چون این سخت خواب نرفته بودم. سخت گفتی؟ و یادگیر این آدم را محکم که کردیم از همین دارو میدیم. سخت خوابش بر. دیسک کجاست؟ دیسک؟ کدام دیسک؟ یگید فکر میکنم که سرودهای تو را میخواهند. همه‌اش رو فروخته بودی. سردارم آخر او نفروخت. شکنجه دادن را رفتار انسانی نمیشمارم، اما مرا مجبور کردید. به خوبی باز میپرسم دیسک کجاست؟ من هم به خوبی جواب داده استادم. کدام دیسک؟ اینها را اینجا بیار. سردارم این آدم خوبی رو هم نمیفهمید است. سردید التماس التماس آرام شوید. شما نمیفهمید مگر مسئله حیات و مرگ است. باید به نجیب سردار برسانم. محمد زنگ تو زنید. گپی اپاد رو گوش زنگ زدم ولی خاموش است. آرام شوید. باید خودش رو یابم. نجیب سردار نمی گریزه. فردا یا پس فردا میره. نمیشود اوچه. نجیب سردار رو باید یابم. با آنها دیسک لازم. اگر آنها پیش از او یابن احوال بد میشود. بهترش آرام شوید وگرنه سوزنده رو میزنم. کمال سردید. یاریده. کمال اومدم سردید. دستش رو دار. شد برادر. سردید با شما میگم. آرام شو. بچم ایست آرام باش. با شما میگم سردید. تو باید زیاد شوی. تمام شروع. نجیبکه آقای محسن آنجا
сӯзандору кардам. Бояд ором бихобад. ташаккур. میدانی که درون دیس چی دارد؟ نقشه های آینده این دولت است. به اطرافت نگر. حالا همه احمقها به خدا و تقدیر باور دارند. بغیر از خم کردن میان و گریه کردن چیزی نمیدانند. حالا که دنیا دیگر شده است، قوا و پول دنیا را پرقوت‌ها اداره میکنند. یعنی ما اگر جای دیس را نگوید هر دویتان را دو پاره میکنم. به خدا با من فرقی ندارد، لیکن تقسیمات برابر شود. ها فقط طرحی مویم ویران نشود. خب والا به یگید فرق نداشته باشد به من هم فرق ندارد. موی لبهای من هم قیمت است، به یاد گیرید. اینطور باشد، خودتان میدانید. صبرم، شوخی به شوخی میرویم. میدانم، اما از این بلا رهایی باید یافت. بندی دستان از چشم است. اما میتوانم. دستانی مرا کشاده میتوانی؟ کوشش میکنم. زودتر باش، زودتر باش. سردارم صبر کنید. کمان صبر. شاید به تقدیر تن میدهیم. زودتر دستگیر کنید. اینها چهارمغزی پختند. اینها را به تالار دیگر برید. تشخیصی مخصوص کردن لازم. این خیلی عجیب است که اثری باقی نمانده است. هنرپا، شما یاد ندارید که باری آخر نجیب سردار درباره چی گپ میزدند؟ وقتی برگشت اویدی فیلم صحبت میکردیم. متین گفتنی جوان را زدند. حالا در بیمارخانه. آخرین بار آقای محسن گفته بود. فیلم آقای محسن رو میگوید؟ شاید نمیدونم. جوان در بیمارخانه است؟ بهترش با اون جوان گپ زنم. ممکن یگان چی گوید، یگان نشانه به دست آوریم. من زود رفتم میپرسم. خیری است. من هم میروم. نه اپا، حاجت نیست. خودم رفتم میپرسم. اپا شما هم روید. انگور از انگور رنگ میگیرد. از اکای نجیبت بیماری پلیسی به من هم رسیده است. کنی پیش درو، یک جای میرویم. خوب، شما بروید. من کار دارم، زود برمیگردم. هنرپا، اگر یگان خبری شنیدید به من حتما زنگ زنید. مایلش. خیر. مایلش. خیر. الو، آقای کبوتر، متین نمرده است. نمرده است؟ بله. حاضر به عیادتش بیمارخانه میروم. حالا در کجاست؟ در امنیتم. با همسری نجیب میبریم. یگان خبر شود میرسونم. خیلی خوب. گپ زنن هم از آنی توست، گپ نزنن هم از آنی توست. جای دیس را که معلوم کردی خبر ده. خوب شده است. سردارم چیکار میکنیم؟ دندانت را گست تا جانت را با آسانی نگیرند. به من در کجا بودن دیس فرقی ندارد. من تنها برای کیفیتم شما را شکنجه میدیم. یعنی از کدامتان سر کنم؟ از من سر کنید، زیرا من تربا دارم. سردارم من با شمایم. قوه برقی گفتید حواسم آمد. چند ساعت شد که بی حرکتیم. گردش خون خوب می شود. گردش خون.
حیوان ساده دورا حالا قبل نمیزنید. من انجام میدم اما مامانم خیلی بله بد است. بله من شخصا قوه برق را انتخاب کردم شخصا ما متین گفتنی شخص رو میجوییم اما نسبش رو نمیدونیم. دیشب آوردن در همه آشیانه است. در این سو حجره 85. تشکر منت دارم. متین توی؟ بله شما کیستید؟ من همسری نجیب سردار. از نجیب دیروز باز خبری نیست. آخرین بار با تو بود. دیروز چی شد؟ نترس با ما بگو. من هم پلیسم. آنها از پایم بودن. در دستم دیسک بود. آن رو گرفتم میخواستم. اکای نجیب با یوریم اومد. چی خیل دیسک؟ کبوتر میگوین یا چی میگوین؟ در دیسک ثبتای او بوده است. آخر دیروز نجیب دیسک نداشت. چی خیل؟ نیفتن مگر؟ دیروز از ترس با دکان دیسک فروشی در آمدم. آن را درونی فیلم آقای موسین گذاشتم. نه فهمیدم. به همین خاطر نجیب آقای موسین گفته ذکر میکرد. اپا آن دیسک رو پیش از کبوتر باید یابید. تمام. من خودم در حال میابم. است خیری؟ من هم میروم. اپا این به شما چی لازم؟ لازم. با نجیب بار اول به همان فیلم در آمده بودیم. راهگرد خدا شفا دهد. سلامت باشید. راهگرد تا سحر شما را اذیت دیدم. این برای کیفیت نباشد. حیف است آخر نرخ برق قیمت شده است. بیهوده صرف میکنی کلاورم. صورت حساب را به شعبه مدد روان میکنم. امکان ندارد. من عادت ندارم که مبلغ شخصی هم را از حساب دولت پرداخت کنم. پس آواز نبرارید. بهترش گوید که دیسک در کجاست. سردارم چه حال دارد سردارم؟ ای حیوان حالا که فرصت داری من رو هم کش وگرنه پشیمان میشوی. تو در همین حالت هم به من تهدید میکنی؟ با تو یک چیز گویم از جان نبر آمده حالا امید هست. دیگر صبر نمیتوانم سردارم. آفرین سردارم. چی میگفتی؟ سردارم کسی نامده اینجا رو باید ترک گفت. دشوار است لیکن سردارم از او داشت دارید. سردارم یک زوری دیگر کوشش کنید سردارم. سردارم التماس یک زوری دیگر. اپا حجتم رو فراموش کردم. شما سوار شوید. خدایا توبه. ما در درآمد حجت داده بودیم مگر. سردارم اعتراف کنید.
خاموش گره نکن خاموش رفتم سردار الو آقای کبوتر دیسک رو یافتیم در دست نجیب نیست متین آن رو در دکان پنهان کرده است من حاضر آنجا میروم همین که یافتی زود به من خبر ده. من نمیتوانم زن نجیب با من است جدا نمیشود شما پیش از من رفته گیرید در کجاست؟ در کدیکوی در درون جلدی فیلم آقای موسی فهما برای خبری قیمتت می ندارم اپا ببخشید انتظار شده بیاید اکنون رفته دیسک رو گیریم با این طرف اکنون چیکار میکنیم سردارم؟ با جستجوی آقای محسن میرویم با جستجوی فیلمش با پی هنرت با همین فیلم رفته بودیم چیکار شد نفهمیدم تو از کجا فهمیدی؟ اما دختری که مرا بهوش کرده بود وای به من این را گفت تاکسی سردارم من کن تاکسی من کن شما کیستید؟ زود باش زود نه پلیس هستیم با کدیکوی میرویم زود چه؟ چخیل گریختند اینقدر بسیارید چخیل از دست دادید احمق ها جواب خواهد داد زود باش تیز ران پیش از آنها باید رفت اکا باید حساب کنن رو با کار درارم دادر حساب کنک را یک سومان و سرعت را تیز کن سرعت را من سرکمیسر و این که سردار شعبه فهما؟ خیلی شدم من باراک اوباما پرزیدنت امریکا خدایا توبه کردم یک آدمی به عقل یافت نشد بسیار گپ نزن و سرعت را تستر کن خیری چرا اینقدر سست میرویم؟ اپا چی سر ما میشویم رفته ایستاده ایم کو اگر گم شود یا دیگری گیرد معلوم شد که دیسک مهم است اپا جان سوزشواری زیاد صرف میشود همش حساب و کتاب دارم فکری سوزشواری نکن و زود ران تو چرا با این تنگوچه ها در آمدی ها؟ سرکمیسر تو پلیس باشی من 15 سال است که تاکسیرانم این کوچه ها رو نقض میدانم حاضر کدیکایت رو میبینی ما آخر خودش میداند او خود نقض میداند کجا میروید؟ پلاس رو کی میدید؟ حاضر میهویم آقای موسی کجاست؟ کار رو دوانده ببخشید به اجازه چیکار ما میکنید پلیسیم زود به رقم 155 زنگ زنید گوید که گروه اینجا روان کنند در همین جایی است بلا زنات پیش از من آمدند سبیل ماند کجا مانده باشد؟ دوانده
سردارم انا یافتند. خیریت. جناب فیلم ها در کجاست؟ در آن طرف. تشکر. سردارم اکنون تناب او در دست ماست. بله زنک تو اینجا چیکار داری؟ چی؟ برای گرفتن دیسک اومدم. این چی اندام است؟ به شما چی شد؟ اپا به مثل همیشگی جنگ و جنجال و شکنجه. اقلا یافتید. آفرین بایگید آفرین. یافتید آقای کبوتر؟ دیسک در دستشان. با چه قیمتی باشد آن را گیر. مرا فهمیدی؟ با قیمت جان هم باشد گیر. حتما میگیرم. سردارم شکر که سلامته. خیری؟ تو کجا گم شده رفتی؟ اپا جون من اینجا گم نشدم. صورت شما از ماشینم زودتر است. بیا زودتر با امنیت رویم. کنی بینیم در دیسک چیست؟ البته سردارم میرویم. این احوال را بینید سردارم. باز یک کس مشاهد کردم. همه ثروتم را آهسته آهسته از دست میدیم. هیچ گم نه، حل میکنیم سردارم. زنک با من 25 لیره ده. چی میکنی؟ بر راننده تاکسی میدیم. گیر. انا باز گیر. بیایید رویم اپا. برادر بیا از اینجا رویم. این مرد را تا چند ببینم دیوانه میشم. گیر این را خدمتی بزرگ کردی. تشکر اکا. قوه برق نخورده بودیم آن را هم خوردیم. سردارم والله چنان حس میکنم که گویا کرونا سر کرده ایم. سردار دیس رو گذارم کنی بینیم درون چی دارد. خوش کنی بینیم. یک جای بینیم که کبوتر چی در دارد. شخصیتی کبوتر را جستجو دارید ها؟ بله سردار در جستجویم. برای قسم یاد کردن همه جایشان را گیرم. من برای حیات نو بر مقابل همه گونه بیدادگری سردارم اینها چی میگویند؟ صبر کن بسیار جالب است. من اشهدیم پیغمبر. ایستو دیده سردارم اینها در خصوص پیغمبرمون بحث دارند. آرام باش دوام دارد. سردارم با این بینان ها یک نظر کنید. اینها نمیدانند، اینها خودشان نمیدانند که چی میگویند. خواه کودک، خواه زن، خواه پیر، برای کشتن بیرحمانه این ابلهان را دستگیر کرده. گفته هایشان را بلای سرشان نکنم نامم نجیب نیم. با کتاب مقدس و به عزت او قسم میخورم و گروه هم خوش آمدی. اینها چه ها میگویند؟ عجیب، نه کتاب ماند و نه پیغمبر. معلوم می شود که همین گروه های غفلت زده هم بودند. با اینها چیکار میکنیم سردارم؟ چیکار میکنیم؟ با آنها سوال و جواب میکنیم. اول آخرت خداوند، اما در اینجا ما اگر آنها چیکارهایی نمیکنند.
در آن دیسک چی بود؟ سردارم در آن ثبت‌هایمان بود سردار. این قطره آخرینه بود که لبریز شد. آخر سردار، شما خود میدونید که من چقدر صادقم. фармонбардорам, бубахшед кабутар, бо ман биёед. اکنون چه خیل می شود سردار؟ یک امتیاز دیگر دهید، خواهش میکنم. التماس. خودت мефаҳмӣ, кори ту тамом шуд. баро акнун. با اجازت شما. الو، گپ زنید یزنا. وقتی یزنا بازی نیست، حتما دیسک را نصب کن. یزنا جان خاطر نشوید، کار حل می شود. خود امروز شد فهمیدم. به خاله هم سلام گویید. سردارم، یک دو چیز خریدنم در کار، یگان چیز بیارم. تشکر نمیخواهم. با شما چی سر کمی سر؟ نه تشکر. چی علاج کنم؟ چرا به این کار دست دادم؟ چه خیلی که نباشد باید این کار رو حل کنم. علاجش هست. тунчар, чиҳо мегуфтӣ? миллионҳоят куҷо шуд? даматро гир. تنجر شتین به ملاقات. ملاقات؟ عجیب. کی بوده است وی؟ رئیس جمهور. من از کجا دانم که کیست؟ رفتی میبینی؟ پاسبان، دستشویی باید روم. بگو برارند. تو کیستی؟ کی بودن من مهم نیست، اما ممکن تو شخصی مهم باشی. چی میخوای از من؟ شین. الو؟ میخواهی که در آزادی باشی؟ تو کیستی؟ میخواهی که شخصی آزاد باشی یا نمیخواهی؟ البته میخواهم. پس خودی همین روز باران گفتن شخص رو به قتل رسان، بعد من تو را آزاد میکنم. چرا به تو باور کنم؟ به این هم چی گم میکنی؟ یا در آنجا ماندن میخواهی؟ ما هر دویمان یک دشمن داریم، سرکمی سریگید. از پیشنهادت بسیار خرسندم. اگر باران را برای من قتل کنی، من هم به تو امکان کشتن یگید را میدهم. پیشنهادت با من پسند افتاد، لیکن چقدر عملی میشود؟ پاسبان به تو کمک میکند. خیلی خوب شد برایت. مرغ بخت به سر هر کس نمیشیند. باران در سود شاهدی میکند. دیست رو به سودیا که دادیم، قوه این ابلهان خیلی ضعیف میگردد. کبوتر در قفس حیف می شود. در این سین و سال به اسبخانه رفتن خیلی دشوار است. نخندان مرا.
سوختار سوختار چی گپ شد؟ این چی بانگ است؟ خطری سوختار سرکمیسر نباشد بیاید بینا را خالی میکنیم. سردارم چی می شود؟ و فکرم بیهوده است. کسی نفهمیده شاید زیر کرده است. سوختار زود پایا آفرید پایا. زود باشید برای تستر رفیقان برای وقتش آمد. عمل کن. پاسبان را به گپ میگیرم. تو را از بیمارخانه میگیرند. کاری کرده خودت را زخمی کن. این چه کار است؟ این دستشویی شما تمام نمی شود. درا دادر این هفته چی می شده باشد؟ از کجا دونم چی می شود؟ این هفته بازی فنربخچه با گالاتاسرای. تو چی فکر داری ها؟ مخلص نیستم. ملاقات کردی؟ او کی بود؟ ادوکات. چی میخواست؟ اگر تو را کشم آزاد میشدم. تو هم شاخ شده ای. آدم کشتن را یاد کردم. سردارم بخیر است. کمی کاغذ سوخته است. سردارم کسی از ترس بانگ خطر را زیر کرده است. به شما گفتم کو. باشا اما دنبال کاری خود. ما رفته بینم این مخلوق های در دیسک بودکی هایند. اطاعت سردارم میرویم. یگید دیسک را که برآورد؟ کسی نبرآورد سردارم. سردارم در اینجا دیسک نیست. چه نیست؟ دیسک هم درونی آب رفت. کار همینجا تمام.
یاری دیهد یاری دیهد چه گپ شد؟ مرا کشتنی شد مرا یاری تاجلی با بیمارخانه برید. احتیاط کن نفهمند. تو هم بیرام شیخ رو در بدنت جا کرده ای. با کدام بیمارخانه بردنم را از کجا میدانند؟ مرا چخیل میابند؟ تو خواطر نشو، همش از روی نقشه. تنها 3-4 کس از دیس خبر دارد. گوید کی دیس را گرفته است؟ تو گرفتی؟ نه سردار. تو گرفتی؟ نه سردار. تو؟ نه سردار. نیازی تو یگون چی دیدی؟ نه سردار آخر همه یک جای بودیم. یکیت هم با ما بود. شاید کسی نفهمیده گرفته باشد. کی میگیرد نفهمیده؟ انیق در بینمان خائنه هست. درد میکند آیستا. سوزن دارو زدم. زخمش رو محکم دارید. خون رفته ایستاد است. بازی را دوام میدیم. مرا در روبرویت بینی چی میکرده باشی؟ چیزی گفتید؟ درد میکند. دلیل قطعی بکار شده میرود. کسی از آن خبردار نمیگردد. ما را مسخره دارند. مسخره. تو کجا میگردی خیلی؟ همینجا هم سردار. دیس نیست. تو کجا بودی؟ چخیل نیست. برای خرید فرآمدم. بانگ خطر را شنیده و بیرون برآمدم. لبای چخیل بارون را کشتن؟ چخیل کی؟ تونجر چتین؟ حاضر رو در کجاست؟ فهمه چی گپ شده سردارم؟ باران را در افسانه کشتن. قاتل حلیمه زخمی شده است و بیمارخانه بردند. اول دیسک رفت حاضر باران. معلوم می شود که کبوتر تکبه را زیر کرده است. سردارم زود رفته تونجر رو به گپ درآریم. کسی به هیچ کجا نمیبراید. دیست رو میابید. مگر نزبینیتان میبرارم. این مراتب شوخی ندارم. این خیانتی روی راست است. بیشتر را رفتیم. سردارم یک لحظه. بله؟ فهمیدم. سردارم از تیمور خبر آمد. چی میگوید؟ در حال حاضر به انتقال مواد مخدر تیاری میبیند. پس از دانستن زمان و مکان به علاقه خواهد برآمد. بسیار خوب. به تیمور بگو خودش را احتیاط کند. ذره شخصیتش آشکار نشود. آدم آن سیاهکاران در بینمان جا گرفته است. بیایید رفتیم. الحال از نجیب و یگید خواتیرم در چه احوال باشند؟ جناب تونچر را به بیمارخانه آوردند. چیکار کنیم؟ فراموش یا اینکه آزاد؟ دشمنی دشمنم دوستی من است. تونچر را برارید به او کار دارم. اطاعت جناب. ایستید با شما کی در کار؟ در اینجا چیکار میکنی؟
کبوتر در خانه است؟ این آدم کیست؟ اینجا چی کار میکند؟ آخرین فاروق؟ ما دارو هستیم. لازم شود گروه دیگری روان میکنیم. سردارم انیخ این کاری کبوتر است. من همچنین فکر میکنم. کبوتر باوری دارد که تنجر به پلیس چیزی نمیگوید. فعلی سگ به صاحبش معلوم است. نمیدانم. ممکن گرفتن را وعده داده است. شاید همین خیل باشد. حساب برابر نشده را برابر خواهم کرد. یگید ناهنگشته با تو صحبت کردن میخواهد. لبای خطا نکنم در سرت یک آهنی سوراخ‌دار گذاشته شده است؟ بله سردار. در کاری آخرینت موفق شدی. از این خاطر حق زندگی کردن را میدهم. از این پس کارها را فرخ میبرد. دستش را بوسه کرده زیر نظارت او کار میکنی یا اینکه جسدت را از جای اغلب مییابم. انتخاب کن. سردار با فاروق کار کردن برای من افتخار است. خوب، به هر دویتان موفقیت میخواهم. سردار بر امرتان آمادم. نمیفهمم چگونه کارها را به زمین زدی؟ آقای فاروق دو پلیس دردی سرمان شدند. آنها کیستند؟ انا آنها. وای معلوم شد که پلیس شده. این آدم را میشناسید؟ آدم برادرش را چه خیلی نمیشناسد. حیات خیلی عجیب است و دنیا خیلی کوچک. برادر؟ نجیب یلمز برادر شما است؟ سردارم معلوم شود که تیمور حالا هم در میان قاچاقچیان. باز کار برآمد. یگید هفته آینده هم هفته دشوار می شود. ناو خلاص شدیم گفتیم که این بلای تونجر به سرمان آمد. پاسبان من را نگاه کن. پاسبان چی داد میزنی؟ درد میکند. همشیره رو جیغ زن. بدتر شو. جیغ میزن. همشیره او رو میبینید؟ البته جانم. همشیره اون بیمار دود فیغان دارد. مایلش جانکم. من به تو چای تیار کردم. نمینوشم. یگون کس میبیند. هیچ کس نمیبیند. به حضور نوش. کسی به تو چیزی نمیگوید. کجا شدید آخر؟ قریب مرده بودم. آقای تونجر، آزاد شدن کار آسان نیست. کمی باید از آب کشید. تو کی هستی؟ این چی مناسبتی دقیقا؟ این از معامله تو وابسته جانکم. سلام آقای کبوتر رو آوردم، فهمیدی یا نه؟ بر وقت نمیگویی. شاد شدم. چی خیل میبرایم از اینجا؟ پاسبان است آخر. پس از 30 ثانیه خوابش میبرد. ما باشیم دستی به دست میبرایم.
در اینجا سر و لباس، کمی پول و تلفن است. آقای کبوتر به تو زنگ میزند. بیمار شما رو دیشب آوردن، میتوانید امروز بینید. پلیس تونچر چچن 1 ساعت پیش آورده شده است. آشیانه سیوم، حجره 306. فهمان. ای تو بر این لیفت را در 1 ساعت هم نمی آید. بیا با زن پایم میبرویم. چیست دادی؟ یردم کن. تو را کمی به بیمار مانند کنیم، کسی فرق کرده نتواند. بسیار زیبید. مانین گبرا رفتن لازم. کجا شد سبیل مانرد؟ در 1 ساعت هم نمیوید. بیا بازی نپایم میرویم. سردارم به فکر من این همشیره را میشناسم. وقتی آخر پریشان خاطر شده، شاید در خواب دیده باشی. به خدا سردارم من این دختر را در کجای دیدم؟ گفتم که در خواب دیده ای. مان این کارها را زودتر آگر. 304 305 انا 306. چرا نوبدار نیست؟ نمیدانم. انا نوبدار. از هوش رفته است؟ از هوش رفته است. سردارم به فکرم این کاری همان همشیره‌ای در راه دیده همان است. در بارش تنجر بود. بله. دویدیم. فهمیدند. زود باش. علی احتیاج به یاری داریم. من به این طرف، تو به اون طرف. ایست تنجر ایست. تنجر ایست. دم شو از ماشین. خدا شگفت. تنجر ایست میگویم. ایست میگویم. خانم دویدن گوساله تا کهدان. مرا سردیت گفتم. حالتان خوب است سردار؟ خوبم. خانم کار رو در امنیتی ما سر میکنید. گیرید برید. سردارم این زن شعبه ما رو ویران میکند. نگاه کنید مثل جوان است. آن گفت ما چیکار میکنیم؟ من کاری نکردم. مرا سردید. به من دست نرسونید.
حالا امکان داره که خاموشی رو رعایت کن. تو خاموش اینجا شی. یکیتون با من بیاید. گیرید برید. ماشین دارید؟ داریم سردار. آره. بیا رفته. سردیه دا خیر. دیگه رو باید یابیم. حتما سردار. با تونجر یک به یک نگذارید. این دفعه از دستی من نمیگریزی تونجر. تو از کجا بر اومدی کنه بر این چسبیدی؟ الو تونچر در کجایی؟ از بیمارخانه گریختم اما پلیس ها دنبالم شدند. پلیس آنجا چیکار میکند؟ یک دقیقه فرو گم میزند. مرحمت. مرا گوش کن. تو در کجایی؟ نمیدونم. به فکرم در اوق میدانم. تمام. نزدی مطبع میتوانی فرایی؟ ممکن تو آنجا بیایم اگر پلیس ها نباشند. در آنجا انشاءاتی کلان است. از میدان طرفی راست کرد. آنجا تو را میگیرم. فهما؟ سردار او رو بار اخیر در همینجا دیدن. با تلفن خبر دادن. تونجر را از دست یکیت من هم خلاص کردن نمیتوانم. اوه اینها کجا گم شدند؟ تونجر بیرون برو پنهان نشو. گریختنت معنی ندارد. تو از احمق تر بوده ای. چرا یک خطا را دوبار تکرار میکنی؟ این دفعه سردارم نیست. تو را از دستی من کی خلاص میکند؟ دیگیت انا باز آمد. حاضر به سوی تو سلاح هم میکشد. اکنون بین خودتان حل کنید. سلاح را پرتا. سردارم با سر کردید. مانع تازر جانش رو گیرم. نمیمانم. سلاح را پرتا. هر دویتان سلاح را پرتایید. تو باز کیستی؟ سردارم این یک کلخات است. تنها پر و بال ندارد. سلاح را پرتا. این طرف ایستید تا خون بالایتان نپرد. خود را آلوده مکن. بگذار بزرگ است باشد. یگید میلش گفتی شما شود. این دفعه هم سخنی کلان را گوش میکنم. میتوانی جواب دهی وگرنه خواطر میشوند. نجیب تو در کجایی؟ اقلا یک بار زنگ زن آخیر. کودک تو رو در نزد دسترخوان انتظارم. دایی ما چونین میکنی، خواطر میکنی، میترسانی. بیا قلمفور گفته پیچانیدم. زنک تو قلمفور پیچانیده باشی. ما را اینها پیچانیدن. چی؟ کدام آدم ها؟ شما ما را انتظار نشوید. کارم زیاد است. هی نجیب Bir sevda düştü içimize.
Her şey önce yüce vatan içindedir.